سون جی بین یک صاحبکار چینی ادعا دارد که کارشریکان تاجیکستانیش او را فریب کرده تجارتش را از خود کردند. سال 2013 این صاحبکار چینی با شهروند تاجیکستان عبدالخلیل نصرت الله زاده مالک شرکت بلال گروپ شناس شده برای بنیاد کارخانه سمنت در شهر کانی بادام به سازش رسیدند. پس از این در تاجیکستان شرکت مشترک بلال سیولین سمنت را با 3.5 میلیون دلار تأسیس داده با شرط تقسیم 60 به 40% درآمد کار را آغاز میکنند. 我是2016年的6月份开始建设这个水泥厂，到2018年的2月份。 سال 2016 ما ساختمان کارخانه تولید سمنت را آغاز کرده ماه فوریه سال 2018 به کار سر کردیم. بعد آغاز کار از هر مقامات برای تفتیش ما آمدن سر شد. بانک‌ها و شخصان حقوقی و واقعی آمده قرض‌های کارشریکمان را از ما طلب کرده کار کارخانه را مشکل کردند. در ماه ایون سال 2018 ما را از کارخانه پیش کردند. 6月份我就被从水泥厂赶出来了。 ماه اپریل سال 2014 وابسته به بنیاد کارخانه سمنت این صاحبکار چینی و کارشریکش عبدالخلیل نصرت الله زاده را به ملاقات پرزیدنت در شهر گلستان دعوت میکنند. رئیس جمهور به کارشریکان و منصبداران محلی دستور میدهد که صاحبکار چینی را دستگیری کنید. کارشریکش از مساعدت رئیس جمهور استفاده کرده کارخانه را در چندین بانک ها به گرو مانده مبلغ زیادی مشتریان را گریخته است. برای این کار علیه نصرت الله زاده مقامات بر اساس ماده 247 کادکس جنایی پرونده باز کرده در جستجو قرار دارد. 然后我就2019年的12月份 ماه دکبر سال 2019 من به کارخانه سمنتبراری برگشتم. از سبب آنکه سمنت زود قریب یک سال کار نمیکرد یک چند جایش را تعمیر کرده استحصالات را به راه ماندیم. سال 2019 یک شهروند ازبکستان آمده گفت من از شما سمنت خریدگی هستم، سمنت مرا دهید. من گفتم یگان حجت دارید؟ او یک شرطنامه 600,000 دلاری را برآورده به من نشان داد که من از آن خبر نداشتم. شرطنامه را عبدالخلیل بسته بود و پول را گرفته فرار کرده بود. شرکت ازبکستانی فتح اکسپورت ایمپورت اینوست، آریان بانک و دیگر مشتریان برای بازپس گرفتن مبلغ‌هایشان به دادگاه مراجعت کردند. دادگاه اقتصادی ولایت سوخت ماه مارس سال 2020 دعوای آنها را قانع کرده قرار صادر کرده است که مبلغ دعواگران از حساب فروش تجهیزات کارخانه برگردانده شود. اما صاحبکار چینی از قرار دادگاه با دادگاه عالی اقتصادی تاجیکستان شکایت میبرد. این دادگاه شکایتش را رد کرد. حالا این صاحبکار چینی شکایت دارد که شریکان تجارتیش مالکان شرکت‌های صاحب دوست و صاحب دوست عثمان که سال 2019 همکاری را با آنها آغاز کرد با دیگر مشتریان از جمله شرکت ازبکستانی مصلحت کرده کارخانه را صاحب شدند. اما سال 2021 بین این دو شرکت بحث حقوقی سر میزند که شرکت صاحب دوست عثمان مالک این کارخانه می شود. حقوق شناس این شرکت فیض‌الدین نعیموف دعوای سون جی بین صاحبکار چینی را به اساس خوانده میگوید شرکت آنها میراثبر شرکت‌های پیشتره نیست. شرطنامه هم اجاره دادگی هم شرطنامه همکاری روزگی دو طرف خدشیدگی اگر بازوری که میگرفت این کار نمیشه که روزگی اگر خدشیدگی کو. سون جی بین میگوید دادگاه حالت‌های زیادی تقلب و ساختکاری حجت‌ها را به نظر نگرفت. حالا این صاحبکار میگوید پس از مراجعت به همه مقامات حفظ حقوق و دستگاه اجرایی پرزیدنت و نهادهای دیگر بعد از مصرف نزدیک به 5 میلیون دلار از تجارت و دارایی‌هاش محروم شده روی ره مانده است.